میان آدمان شخصانی زندگی میکنند که نقششان در رشد جامعه و تربیت نسل نو خیلی کلان است. این شخصان آنهایی‌اند که به زندگی با چشم دیگر نظر میکنند و منفعت جمعیتی را بالاتر از منفعت شخصی میدانند. با چنین شخصیت‌ها شناس بودن و صحبت آراستن باعث افتخار و شرفمندی است، زیرا میتوان از صحبت و واخوری‌ها و حتی از حضورشان چیزی را آموخت و قناعتمند شد. امروز از پیروهای زندگی شخصی قصه میکنیم که تمام هستیش را بهر آرامی و صلح و ثبات در تاجیکستان عزیز بخشیده است. ملا نظر خالنظروف، خادم دولتی کارمند شایسته تاجیکستان، خادم علمی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان، زاده دهه درغ ناحیه عینی است. در این دهه دوردست تاجیکستان او در عائله یک مرد زحمتکش به دنیا آمده است. من به دنیا آمدم که پدرم نده عسکری بودن، یعنی بعد از 3 ماه به خدمت عسکری رفتن من تولد شدم. وقتی برگشتم پدرم من 4 ساله بودم. وقت 4 سال خدمت نکردم در اردو در صفای ارتش، برای من 4 ساله بودم و خوب یادم است. همین لحظه یادم است. که مثلا وقتی پدرم اومدن راه در هم راه ماشین نداشتیم، در توش هم توش میمونن، اشم بعد خرو اسپدی برشون میرفتم میآوردن. همون زمان وقتی من گرفتن بردن سر اسیای خودم تا اسیای ملالیبه، یک گروه اومده آدم اومده بودن، گفتن که من رفت دادم تو میشناسی که من راست رفت دادم آغوش کردم. برای چی میخواد؟ برای اینکه هر وقت پدرم عکس می‌گرفت من عکس با لباس عسکری دیده عادت کرده بودم. چشم زمان کودکی و نورسیش در میان 4 کوه ده سپری می شود. هنوز از آن زمان خردی بار زندگی به دوش می گیرد و در بری پدری بزرگوارش زحمت می کشد. او می گوید که هنوز آن زمان درک می کرد که بار زندگی برای پدرش بزمینی می کند. دانش اولیه را در مکتب میانه رقم 5 دهه درغ می گیرد. نقش استادان مکتب برایش بسیار مهم است، زیرا در برابر آموزاندن فنهای درسی برایش درس زندگی گفتند و محبت خاک دیار را در وجودش بیشتر نمودند. چون ما خردسال بودیم، من صنف یکم میخوندم و برادر بزرگ ما ملا نظر در صنف 5 میخوندن و در همین زمان پدر ما را همچون چوپان رمه کلخاز تعیین نمودند و از همین رو سر کرده سرابانی خانه و گوی مرد خانه اکای ملا نظر بود. چی در کارهای سرای، چی در یاری و شوهر مادر عزیز و حتی اجرایش وظیفه‌های خانگی ما هم نظارت اکای ملا نظر میکردن. گرچند که همیشه با مهنت بندن، بعد از درس با مهنت بند بودن، ولی هیچگاه از مد نظر در سرکنی خواندن و نوشتن ما از مد نظر دور نمیموندن. از اون زمان ما مکتب خون رفتیم، مکتب برای تحصیل رفتیم، برق نداشتیم. فقط زمستان ها بیشتر در صندلی میشستیم. صندلی برای ما هم استول کاری بود، هم جای گرمشویی، هم جای خوراکخوری، هم وظیفه اجرا میکرد صندلی. و مادرم همیشه در پارلیمان می‌ایستادند و اون مثلا در علم حساب کتاب وقتی حساب کتاب می‌گیریم مادرم در پلیس می‌ایستادند. در یک زبان ادبیات خودم مستقل حل می‌کردم. در مکتب خوب می‌خواند. خواننده نمونه‌ای به حساب می‌رفت. محبت ادبیات و تاریخ و الفبای نیاگان او را وادار می‌کرد تا برای دورنمای زندگیش و از جمله انتخاب کسبش اندیشه کند. با مصلحت والدان و خویش و تبار تصمیم می‌گیرد تا بهر هنر آموزی به پایتخت مملکت آید. جوابی که از من سنی 8 بودیم که یک پرسش گذاشتن که کی کدام اختصاص بعد تمرین می‌خواهد. چون ما از زبان ادبیات همه وقت باهای 5 داشتم، گفتم من ادبیات شناس میشم یا که فیلولوگ میشم گفتم. برای من دانشگاه حجت بودم سال 71 ولی وقتم آمد نکرد. از کنکور نگذاشتم و برای اینکه در دهمو مردم شوخ زیاد بودن ما مسخره نکنند، من با خودم قرار دادم که تا استودنت نشم خوشحال نمیرم. و همین من برای همین 8 ماه در کورس تحصیل کردم و بعد داخل شدم. چون رشد هر یک شخص وابسته از عامل‌های گوناگون وابستگی دارد و گمان میکنم که
اکای ملانظر همچون شخصیت پیش از همه از همون محیط خانوادگی و بیشتر از نقل‌های پدرم که از سن 14 سالگی با عذاب و مشقت‌های زیادی که از پدر محروم مانده تمام عائله رو کودک 14 ساله پشت کرده تا به سمرقند و ارگود بردن تا که از گرسنگی نمیرن و همین نقل و قصه ها گمان میکنم که یک درس بود، یک مکتب زندگی برای همه ما و از آن جمله برای اکای ملانظر بود. و از طرف دیگر نقش در من بعد همچون دانشجوی فاکولته شهرشناسی شدن اکای ملانظر این پیش از همه شادروان تقای عزیزم سیدعالم بودن که چون ما در مکتب همچون زبان خارجی الفبای فارسی می‌آموختیم و همین مهر در دل اکای ملانظر جای گرفت. سالهای دانشجویی سالهای پر از برکت حیات ملانظر بودند. آشنایی با دوستان زیاد، شنیدن درس‌ها از زبان استادان ورزیده، شخصیت‌های مشهور کشور برایش شاهراهی بزرگ زندگی را روبرو می‌آورد. اکنون او مردانوار در این پیراه گام می‌نهاد و یا بعد تحصیل به ده برمیگشت. افتخار دارم که با شخصیت چون ملانظر خالنظرов هنوز از سالهای 70 عصر گذشته به این جانب شناسایی دارم. من سالهای گذشته را به خاطر آورده میگویم که وقتی که ما بار اول شناس شدیم ما دانشجو بودیم و در یک فاکولته تحصیل میکردیم، در یک خوابگاه زندگی میکردیم. از همان دوره تا به این جانب من ملانظر را میشناسم همچون یک شخص خاکسار، یک شخص فروتن، آرام و بسیار یک طبیعت خوب انسانی دارند و همصحبت بسیار خوب می باشند. 52 سال می شود که ما با خالنظر ملانظر مثل یک برادر از همسنفی از همکورسی که ما داریم بالاتر شده است. سال 1977 ملانظر خالنظرов دانشگاه را ختم نموده با هدایت آموزگاری سابقه دار جورقل حسنوف در مکتب رقم 61 ناحیه رودکی به حیث آموزگار به کار آمده آنجا 2 سال فعالیت می کند. ماه دکبر سال 1979 به دانشکده عالی حربی شهر ادسا به کار دعوت می شود. طی 2 سال خدمت ملانظر خالنظرов و دیگر همکارانش به جوانان افغان که برای کورس‌های بازآموزی حربی به آنجا آمده بودند درس می‌گفتند. شهر ادس جمهوری اوکراین چند تا مکتب‌های عالی حربی بودند و اینجا فرستادن من برای بازجویی افغان آمدن ولی ترجمان نبود. برایشون که درس بود. برای این ما گفتن چون وجود ما تیار بود در ادس فرستادن. من پرسیدم که ما باید خارج گفتن که یک کمی کار کنید بعد تجربه گیرید. و همین خیلی شدیم ما 2 سال بالای هم اونجا کار کردیم. تقریبا 25 نفری افسر افغان آماده کردیم در کوچه 6 ماه می‌آمدن و رفتن به وطنشون و از همینجا باز من از نو حجتام درست کردم تا که برم افغانستان. اکای ملانظر چون ترجمان حربی در شهر ادسا خدمت کردن آمدم و گویا که من هم همین پیره ها را طی کردم و من بعدا من هم همین شهر ادسا رفته در آموزشگاه عالی وظیفه ترجمانی دارم. اگر از طرف بگم ادسا به ما یک شهر عائلوی است چون که محروم پدرم هم 4 سال در ادسا خدمت کردن، اکای ملانظر هم همچنین و من هم همچنین در ادسا می وظیفه را و همین همش از اکای ملانظر یعنی همون تاثیررسانی فعالیت اکای ملانظر بود. در بین اولاد در بین عائله داشتن یک شخصیت، یک نفری فرهنگی، یک نفری شخصیتی جمعیتی، یک نفری که همیشه در زیر قنات و بال خود اهل و عائله و اولاد رو میگیرد، هر نفری دارد، واقعا خوشبخت است
و من هم یکی از همون نفرهای خوشبخت خود رو احساس میکنم که در اویله ما، در اولاد ما ملانظر خالنظرов که برای من همچون پدری معنوی هستند، همین گونه شخصیت را داریم. از سال 1985 تا سال 1990 ملانظر خالنظرов به حیث کارمند جمعیت هلال احمر جمهوری کار کرده. سال 1990 به خواهش خود به ریاست جمهوری جمعیت کتاب به صفت مدیر شعبه تبلیغ و ترغیب کتاب به کار گذاشت. در جمعیت کتاب کار کردن و با کتاب سر کار داشتن و با کتاب نفری سر کار میگیرد که خودش محصول همون کتاب باشد. و استاد ملانظر در دوره بعدی مثلا مصروفیت کاری و ماموریت کاری در افغانستان اومد، در سالهای سال در جمعیت کتاب کار کرد. اینا با کتاب سر کار داشتن، کتاب پخش میکردن و برای کتابخوان شدنی، با سواد شدنی، با معرفت شدنی جامعه ما از هر طریق خدمت کردن و منطقه‌های گوناگون تاجیکستان در تماس بودن، در علاقه بودن، کتاب می آوردن، می بردن، چیز میکردن، تماس داشتن با خواننده. و انا همین علاقه و تماس و صمیمیت و اخلاصی که با خواننده داشتن و خواننده با این جمعیت در سیمای استاد ملانظر داشت، در اون زمان یک تحولاتی رو، یک بیداری رو به وجود آورد در رده‌های گوناگون، طبقه‌های گوناگون اجتماعی. مثلا نه تنها اون زمان اینتلیجنس کتاب می‌خوان، اون زمان مثلا اعضای کلخازها و خواجگی‌ها هم کتاب می‌خوندن و با اونها هم تماس بی‌واسطه بود، داد و گرفت‌ها بود، مکتوب‌ها می اومدن. در اساس اون مکتوب‌ها و درخواست‌هایی که از خواننده می اومد، این جمعیت برای اونها کتاب‌های مشخصی که درخواست کرده بودن اونها رو پیدا می‌کردن، اونها رو می‌رساندن. یک خدمتی بود که خدمت سفیری میان جمعیت کتاب که مسئولش و مأمورش حکومت بود و میان جامعه و خوانندگان. ملانظر خالنظرов از سال 1995 تا به سال 2005 نخست افسری قوه‌های مسلح تاجیکستان و بعداً شخصی مسئول در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده است. حکومت کشور و رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان کاردانی و دلیری و دانشمندی و زیرکی و دارای صفت‌های بی‌نظیر بودن ملانظر خالنظرов را به عنایت گرفته او را در جمهوری اسلامی ایران نماینده نظامی کشور تعیین نمودند. او در اینجا به مدت 6 سال خدمت نموده، سپس از سال 2011 تا سال 2016 در همین وظیفه در جمهوری‌های قزاقستان و قرقیزستان ادای خدمت نموده است. او یکی از آن سرسپردگان وطن است که سالهای جنگ شهروندی برای صلح و وحدت بیدارخوابی نموده و تلاش کرده است. همزمان موقع حکومت جمهوری تاجیکستان را در کشورهای همسایه برای رسیدن به استقلال ملی معرفی نموده است. بسیار آدم مسئولیت پرست است. به هر وظیفه‌ای که بود در خدمت خلق و وطن بسیار جانفدایانه کار کرد و سهم او عموماً در پیشرفت و تحکیم همان ساحه‌هایی که او اجرای وظیفه کرده است بسیار نظررس است و در هر کجایی که کار کرد با دل صاف، با وجدان پاک اجرای وظیفه نمود. من با او هنگام اجرای خدمت دولتی در تهران هم واخوردم، در الماتا هم واخوردم، در مسکو هم واخوردم و در وظیفه‌های گوناگون که کار میکرد در سفارت‌های جمهوری تاجیکستان در این کشورها و بسیار با مسئولیت کار میکرد و نظر همکارانش نسبت به او بسیار خوب بود، بسیار نیک بود و از او بسیار چیزها را می آموختند. هر گاهی که اکوی ملانظر به رخصتی افغانستان می آمدن، میدونید همون یک سر لباس نظامی، همون یک آرامی، تمکینی، با تحملی، این یک خصوصیت ها که گمان میکنم فقط در همون شد. من هرچند کوشش میکردم من با اون کس برابر شدم. من تیزتر زود میرنجم، تیزتر قهر میکنم و ببینید همین خصوصیت ها بود که امروز
اکای ملونظر گم در قریب همه احترام میکنم. برای اکای ملونظر خودی بیگانه محل ده یگون فرقی نداشت که اگر امکانات میداشتم به همه کمک میکردم. توانست که یکی از شخصانی باشه شود که همین دعوت پیشنهادی که از طرف مقامات حکومتی دولتی شده بود با سربلندی اجرا کنند. من این رو در کجا در چیزهای بعدینم که ملانظر در افغانستان خدمت حربی می نمود، باز در ایران همچون نماینده نظامی کشور ما در جمهوری اسلامی ایران خدمت می نمود. با چشم خود دیدم و از نزدیک شناخته شدم. چیزی بسیار خوبی ملانظر این بود که در برابر دانستن زبان فارسی همچنین عرف و عادت این کشور و علم نظامی رو هم به درجه عالی میتونست و در چند محفلایی که با آتش‌هایی که دیگر کشورهای خارجی در تهران در سفارت جمع اومدن خود من شاهد آن بودم که ملانظر کشور ما رو با یک طور شایسته به خارجیان معرفی میکرد که اون شب روز این یک چیز بسیار ضرور برای ما بود. ملانظر خلنظرов امروزها به حیث خادم کلان علمی در انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارد. با استاد ملانظر خلنظر از سال 2017 به طور علنی آشنایی داریم. تا این زمان از استاد به صفت یک ترجمان حربی، به صفت یک دانشمند و یک کتابشناس قبلا هم آگاهی داشتیم از طریق او دوستایی که هم دیار استاد ملانظر بودن، از اون طریق آشنایی داشتیم و وقتی که آشنا شدیم و کتابی خاطروی استاد در چشمان خاطره ها را دسترس کردن و با ما دادن خواندیم، تماما یک تحولات در ذهن ما، در فکر ما، در اندیشه ما نسبت به این شخصیتی که تا این زمان میشناختیم، یعنی آشنایی ما تا خواندن اون کتاب بود، تا خواندن اون مقالاتی که از جانب استاد تالیف شدن در زمینه افغانستان شناسی و حوادث افغانستان و تا دوره بعد از اون. همین آشنایی ما در دو مرحله صورت گرفته است و اون مرحله که قبل از آشنایی یعنی غایبانه میشناختیم از طریق دوستان همدیار استاد، اون دوره بود و او خدمت هایی که مثلا در راستای خدمت دولتی در افغانستان و در راستای برقرار کردن حکومت قانونی و اینا کردن از طریق اون دوستا شنیدیم و هنگامی که کتابشون خواندیم و به واسطه با استاد آشنایی پیدا کردیم، دیگر یک مجسمه مطرح معاصر ملی رو در سیمای استاد ملانظر مشاهده کردیم. امروزها در جامعه تاجیکستان بعضی شخصیت‌های وجود دارند که این شخصیت‌ها نمونه عبرت جوانان هستند. از جمله پیرانی برنادیل، استادان بسیار ارجمند و زندگی دیده و مثل استاد خلنظرов نظر میرزویویچ که طول 6 سال باز ما همکاری میکنیم. استاد خلنظرов نظر میرزویویچ یکی از شخصیت‌های بسیار با نفوذ در سطح جمهوری در فعالیت علمی و ایجادیشان بسیار تحلیل‌های خوب روی کار آمده است. استاد در کارگاه ما در انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حیث خادم کلان علمی در طول این سالها کار و فعالیت می‌کنند و اینچنین شعبه شرق میانه و نزدیک مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و ادبی کشورهای شرق میانه و نزدیک را در بر میگیرد و استاد عزیز ما که در یعنی همچون تجربه های عملی در این کشورها دارند، مخصوص در جمهوری اسلامی ایران همچون یک نماینده فرهنگی سفارت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نمودند. در این زمینه در همون یعنی تجربه های عملی خیش برای پیشبرد لایحه های علمی شعبه ما خیلی دستاوردهای خوب علمی پیشنهاد نمودند. اینچنین استاد خلنظرов
ҳамчун яке аз шахсиятҳое ки барои ҷавонон дарси ибрат ҳастанд. ҳамеша барои мо яке аз шахсиятҳои бисёр боқадру боэҳтиром пазируфта шудаанд. соли 2011 вақте ки ман ба Душанбе омадам барои таҳсил дар донишгоҳ, яъне роҳнамову роҳкушо барои ҷодаи илму адаб, яъне Муллоназар Холназаров ба ман роҳ кушоданд, ба ман ба дунёи илму фарҳангу маданияту ҷамъиятворидшавӣ ба ман роҳ нишон доданд ва воқеан ман аз ин ифтихор мекунам ки чунин шахсият яъне дар болои сари мо ҳастанд ва воқеан ҳар куҷое ки мо меравем, ҳамсӯҳбат мешавем, дар байни ҷамъият моро як эҳтироми хос мегузоранд. яъне гузоштани эҳтироми хос аз он аст ки яъне Муллоназар Холназаров, яъне ман ки ҷани онҳо ҳастам, як корҳои мондагоре барои ин давлат, барои миллат, барои ин ҷамъият кардаанд, яъне ба ҳамин хотир аст. Муллоназар Холназаров дар баробари ба корҳои низомӣ машғул будан, инчунин ба навиштани асарҳои бадеӣ низ машғул шудаанд. То ба имрӯз зиёда аз 50 мақолаву чанд асари калону хурд эҷод намудааст. ахиран китоби Эрони муосирро навишт ки маълумотномаест барои илм ва таърихшиносону ховаршиносон. Муллоназар Холназаров аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо беҳтарин унвону шаҳодатномаҳо қадрдонӣ шудааст. ордени Спитамин дараҷаи 2 яке аз он мукофотҳои олист ки аз ҷониби президенти мамлакат ба сари синаи ӯ овехта шуд. ҳамзамон бо беш аз 20 ордену медал барои корҳои шоиста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои Русияву Қазоқистон ва Афғонистону Қирғизистон шоиста дониста шудааст. пайроҳаи зиндагӣ ҳеҷ гоҳе ҳамвору осон нест. то ин ҷо расидан борҳо бо дардҳои зиндагӣ панҷа ба панҷа мубориза бурдаасту мардонавор боз ба сӯи муваффақият гом неҳодааст. аз тақдири насибгашта ва рӯзгори ба сар бурда шукрона мекунад, зеро оилаи хубу намунавӣ дорад. дар муҳити хуби оилавӣ зиндагӣ мекунаду аз оромиву осудагии ватани азиз лаззат мебарад.